بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 1368 در پی گزارش‌های متعددی که به دستگاه باستانشناسی کشور می‌رسید، مبنی بر این که محوطه‌های باستانی غرب مازندران به ویژه شهرستان رامسر، مناطق جنگلی و کوهستانیش زیر پوشش کاوش‌های غیرمجاز قرار داره، توفیقی فراهم شد تا این جانب به اتفاق معاون وقت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی اون روز بازدیدی 2 روزه از شهرستان رامسر داشته باشیم و در منطقه جواهرده محوطه باستانی سلمل و بازرچ بازدید کردیم و در ادامه آن از منطقه دهستان کوهستانی جنت رودبار محوطه‌های باستانی دردم، تیلیچکو و ایزگامدشت رو یه بازدیدی داشتیم. پس از بازگشت به تهران با توجه به پراکندگی آثاری که در این منطقه وجود داشت و همچنین کاوش‌های بی‌رویه‌ای که انجام شده بود، زمینه اون فراهم آمد تا این جانب در رأس هیئتی برای کارهای بررسی شناسایی منطقه عازم جنت رودبار بشم که در اون سال محوطه‌های باستانی متعددی را تا بخش اشکور مورد مطالعه قرار گرفت که به کشف 72 محوطه باستانی که عموما متعلق به عصر آهن بودند شناسایی شد. از اونجایی که محوطه باستانی ایزگامدشت از شرایط ویژه‌ای برخوردار بود و کاوش‌های بی‌رویه به طور گسترده در اینجا ادامه داشت، در همون زمان با هماهنگی که با معاونت پژوهشی سازمان صورت گرفت، زمینه اون فراهم شد تا 2 گمانه آزمایشی در همین محوطه مورد کاوش قرار بگیره که به کشف 4 گور چارچینه سنگی منتهی شد. آثاری که به دست اومده بود آثار مفرقین، ظروف سفالین، زیورالات بود که با مقایسه با محوطه‌های عصر آهن، گاهنگاری این محوطه با بسیاری از محوطه‌های عصر آهن مسلم شناخته شد. در پی کارهای اولیه که انجام شده بود، زمینه اون فراهم آمد تا کاوش این محوطه در دستور کار دستگاه باستانشناسی کشور قرار بگیره، ولی متاسفانه به هر دلیلی که باشه در اون سالها کاوش این محوطه آغاز نشد تا اینکه در دولت دهم زمینه آن فراهم شد تا یک بار دیگر کاوش این محوطه پیشنهاد بشه. علیرغم اینکه دستور ریاست وقت سازمان به پژوهشکده باستانشناسی کشور داده شده بود که کاوش این محوطه شروع بشه، بنا به دلایلی در اون مقطع هم نیز بلا تکلیف باقی موند تا اینکه در سال 96 در پی گزارش‌های متعددی که به دستگاه باستانشناسی کشور می‌رسید، یه نشستی فراهم شد تا در خدمت ریاست وقت سازمان اون موقع باشم. در نتیجه کاوش این محوطه ضروری تشخیص داده شد و با یه اعتباری که تصویب کرده بودم برای اولین فصل کاوش این محوطه من در رأس هیئتی عازم منطقه شدم. در اون سال ما توفیق اینو پیدا کردیم که 3 ترانشه رو در اینجا مورد کاوش قرار بدیم. البته برنامه‌ای که برای اینجا تنظیم شده بود بر این اساس بود که این محوطه باستانی در شورای پژوهشی تصویب شده بود که 5 فصل مورد کاوش علمی قرار بگیره. پس از اینکه 5 فصل کاوش علمی قرار گرفته، عرصه این محوطه نقشه برداری بشه، پرونده ثبتیش آماده بشه، در محوطه در فهرست آثار ملی به ثبت برسه، کارهای آزمایشگاهیش انجام بشه، در نهایت کتابی تحت عنوان رامسر در بستر تاریخ چاپ و منتشر بشه که یک کتاب در واقع مرجع مسائل فرهنگی رامسر تلقی میشد. در اون سال ما کارهای اولیه رو که انجام دادیم، آثاری که به دست آمده بود، نمونه ها رو که جمع‌آوری کردیم، متخصصینی که در این محوطه باستانی با این جانب همکاری داشتن، نمونه ها برای مراکز علمی فرستاده شد، برای سالیابی مطلق، برای ژنتیک، برای امراض رایج احتمالی در میان مردم و همچنین تغذیه‌شون که اطلاعات جامعی رو در اختیار ما گذاشتن. در نتیجه برای سال 97 این محوطه باستانی باز به دلایل مختلف برنامه‌اش ادامه پیدا نکرد. در سال 98 با
ویروس کرونایی که حاکم بر مملکت بود، تمام برنامه‌های پژوهشی لغو شده بود. این محوطه باستانی نیز مورد کاوش قرار نگرفت. این وضع ادامه پیدا کرد تا سال 1402 که اکنون در خدمت شما هستیم.